خوش اومدین بچه‌ها به یه ویدیوی جدید. امروز یه مهمون ویژه داریم، سلطان یوتیوب فارسی علی گریزی. چطوری عباس خوبه؟ حاجی بهت بگم من چند وقته که اصلا ویدیو اینجوری پشت میزی نگرفتم. البته گرفتم تک و توکا، ولی میگن که حالا اونا رو اگه حساب نکنیم میشه نزدیک 1 سال. و الان واسه من خیلی عجیب غریبه که من پشت صندلی نشستم و جلوی اینجوری دورون صحبت دارم میکنم. امروز با ویدیو من دیگه یه کامبک میزنی به این نوع ویدیو. دیگه بالاخره با حضور خود عباس. حاجی مثلا من اسم عباس رو میشنم، حاجی خیلی بدایی داری حاجی. نوتیفیکیشن اومده عباس پیام داده، اصلا داداش من خون میدم جون میدم. حاجی من تو اینترو داشتم میگشتم به این که مثلا چی صدات کنم. لقبی داری تو داخل یوتیوب؟ لقب؟ منظور چیه لقب؟ مثلا تو یوتیوب به چی میگن؟ حاجی من یو سلاطین دیگه. نه مثلا ببین بین رپرها مثلا آقا کامیونیتی چی مثلا اسم میبرن هم چیزی منظورته؟ آره هم. خب دیگه سلاطین دیگه. سلاطین. آخه الان من تو رو سلاطین که نمیتونم صدات کنم. بابا بگو همون علی گریزی بگو تمام بشه بره تو. چقدر زندگی سخت میگی، زندگی آسون میگی تا ویدیو آسون بشه. حاجی چقدر سخت میگیریم اصلا. خب آقا اگه لایک زدین، سابسکرایب کردین، کامنت هم بذارید، بریم سراغ ویدیو. آقا شنیدی میگن عکس‌ها صدا ندارن؟ عکس‌ها صدا ندارن؟ معلومه خب عکس صدا نداره. من امروز میخوام بهت یه سری عکس نشون بدم که صدا دارن. چی؟ عکس PNG فایل PNG میخوام به من نشون بده صدا داره؟ یعنی چی صدا؟ من نفهمم. من یه عکسی بهت نشون میدم و تو باید حدس بزنی که این عکس مال کدوم میمه. اوکی. خب آقا قسمت جالب ماجرا اینجاست که مجازات داریم. خب بچه‌ها من از همین الان خدافظی میکنم. مرسی از ویدیو. نه حاجی بیا مجازاتش آسونه. مجازات سختی نداریم. تو یعنی عملا آوردی منو که من اگه نتونم جواب بدم منو مجازات میشه. یعنی تو عملا آقا ویدیو مجازاتی نمیشه اگه تو آسونه. اوکی آقا نشون. حالا مجازات چیه؟ هر کدوم اشتباه حد زدی 4 تا تخمه رو سرت میشونه. پولش رو باید بدی. پولش اوکی حاجی ولی 4 تا میشونه. بابا آقا هر کدوم میمو که نتونستی حدس بزنی باید ادای همون میمو در بیاری. اوکی؟ باشه. این عکس قراره صدا داشته باشه. علی میدونی؟ این از فیلم اون چی بود؟ ای چندش بودش گفت. آره حاجی فکر کنم درست زدی. فکر کنم آره فیلم خدا چی بودش که توی سالمندا کار میکنه کسایی که فیلمش هم اگه درست حدس بزنی یه دونه از مجازاتاتو حساب نمی‌کنی. چیز عطارانم بازی آره عطارانه ولی اسم فیلمو بعد اسمش یادم نمیاد. در مورد پولی بودش که دزدیده بودن و اولش به فنا بودش، نمیدونم با موتور بودش سکانس فیلم 1000 پاه حاجی. 1000 پا بود. آره یعنی ببین تا 100 سالم اینجا نشستن نمیتونستم بگم. این عکس رو بگو ببینیم. ببین مهرامادی میگه ای خدایا همین یه دونه گریه هم میکنه تو این حد فکر کنم. اوکی آقا اگه همین یه چیز فکر کنم بیشتر هم میگفت. خب نه همین یه خدایا قبول میکنم. اوکی آره حاجی. ای خدا. بابا حاجی سلطان خلصه. با تو اینو بعد من بک‌گراندش باید بدون. این بک‌گراند نداره. کلی میم داره. نمیدونم پارسالیپه هستش یا چی نمیدونم. بابا آخه خلصه آخه یکی انتخاب کرده خلصه کلی میم داره. خب من از بک‌گراند نمیتونم متوجه بشم. لباسش همیشه یه کلا کپی میپوشه با یه لباس چیزی من چون بک‌گراند نداره من یه کمکی بهت میکنم. مال چیز نیست، مال پارسالیپ نیست. واقعا من فقط حقیقتش فقط میم پارسالیپشو بلدم. نه چجوری میگه کلی میم داره بعد فقط همونو بلدی؟ آره به احتمال زیاد گوش دادم ولی الان عذر ذهن ندارم. حاجی وایس من خودم هم یادم نیست ولی فکر کنم اینجا میگه ایناست که بده یا میگه اینه که بده. این بده. آره حاجی. البته من قبلا خیلی وقت پیش من این ویدیو رو یه دور دیده بودم ولی خب اینو راستیتش من تا حالا ندیدم. آقا اونو نمیخوای مجازاتشو بری؟ چی الان برم ولم کن. کی میری بعد؟ الان نمیتونم. آقا بذار بعدا الان عمرناش هر با که من نتونم بگم یعنی بعد یه دونه تخم بزنم تو کلم. نه تخم مرغ که کلا کنسل شد حاجی. هر میمی که نتونستی بگی اداشو در میاری یعنی همون میمه رو تو اجرا میکنی. باشه دیگه مشکلی نیستش. آره به هنوز تو بازم 4 تا تخم مرغ بابا. این بده. حاجی خیلی کلین بوده. حاجی از این ویدیو قراره کلی میم ازت در بیاد. آی خیلی کرینج بود. اینو ببینیم چیکار میکنی. یه حدس بزن. این میم معروفی ها. آجی واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. شاید مثلا به کلام بگم میدونم. خب ببین تو یه راهنمایی برات کنم. تو میمش کلمه دلستر داره. نمیدونم.
دیگه داداش دیگه نمیدونی. ببین شاید باور نشه من تا حالا ندیدم. ندیدی واقعا حاجی؟ تا این حالا خیلی ندیدم. چیزه، نه، خیلی مشهوره این اصلا. میمه. آخه چیز خاصی هم نگفت مثلا آدم بخنده. نه آخه با مزه میگه، با لهجه آبادانی میگه قشنگ. آقا الان گفت چی گفتم اونش هم نه فقط یه دلسته ازش فهمیدم. ببین داستان چیه؟ فکر کنم می‌خواست یه چیز دیگه بخوره. آره حاجی قرار بود آبشنگولی باشه ولی نبود. آره این رو آدم میخنده. جالبه. خب آقا مجازات تو برو ما ببینیم حال کنیم. بزن آدم میخوام صبر کن. این که دلستره خیلی قشنگ. چیزی میگفت ها. لبخونیم هم خوب نیستش که به دست لبخونی مثلا متوجه بشم. چجوری تو اینقدر فعالی داخل مجازی این میما رو بلد نیستی؟ بابا به قرآن اگه بزنی من میگم وای خاک بر سر. ببین کلمه مستهجن داره داخل چیزش، یعنی خود کلمه. فهمیدم این دیدی من قبل اینکه بگی گفتم این بده، این که بده میپذیریم این کارا مستهجنه. آره میپذیریم آجی، میپذیریم. نه دیگه نه این وضعیت درست نیست آقا این وضعیت درست نیست. آقا این کدوم فیلمه؟ من ندیدمش. به قرآن این فیلم فکر کنم نهنگ عنبره. ندیدم. ببین یعنی عطاران واقعا حاجی بهت بگم بهترین کمدی ایرانه. خیلی حرفه‌ای صحبت میکنه، یعنی قشنگ میره تو خود خار مادر نقش. واقعا حتی از نقش هم بهتر، از واقعیت هم بهتر. آقا اگه دقت کنی عطاران از همون فیلم‌های قدیمیش این شوخی‌های مثبت ایجا رو خیلی سوسکی داخل فیلم آورده. آره بارکلا او 20 سال پیش اون موقعی که ما مثلا بچه بودیم میگفتیم من الان معنی بیشتر از گذر ازش رد می‌شدیم. الانش هم باز نمی‌فهمیم ما. الانش باید مثلا خیلی بفهمیم، خیلی باید درک بکنیم از اون تیکه صحنه. آقا بعدیو من میدونم. بگو ببینم. آجی آخه فوش میدونم. نه حاجی فوش نمیده که. قصت راست میگی فوش میده. خون شما داره پایمال نمیکنه. آره دیگه برو بعدی. یکی نه اینو میدونستم. یکی خدا یکش. آقا اینم که آب پرتقاله دیگه. این اصلا چرا گذاشتن؟ آب پرتقال گندندان دادن. بابا من اینا تو ویدیو ماجی 100 بار میگم. خوبه اینجا خدا خیرشون بده. مثلا حمامش مثلا تمیز بود، غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن، نوشابه دادن، پرتقالدان زدن دادن، خیلی قشنگ. خب آقا این آسون بود خدایی. چی بود؟ این سخته. این فقط یه چیز میگه بعد هی گریه میکنه. آره. منم یادم نیست آجی. اینو منم کمکی نمیتونم یه چیزی میگه ولی یه جوری خیلی گریه میکرد انگار داره میخنده. حالا اینو بعد بپذیری دیگه. من سناریو میگم. حالا اینکه آقا سناریو که معلومه این الان تو روزه است داره روزه میخونه معلومه گریه میکنه. نه ولی گریهش مثل خنده است. اوکی آجی اگه گریهش شبیه خنده بود میپذیری. مطمئنم مثل خنده است. آجی نباشه دهنت سرویس بعد چیز کنی. خیلی اوضاع خیته. وای اصلا گریه نداره. اصلا گریه علی گریه نداره اصلا. اوکی خیلی اوضاع خیته. آقا بعد قشنگ از این حمامه ها بذاری رو سرت. بعد آقا بار بعدی. این چیز این آجی اینو من خدا وکیل عاشق این معدد. یه معلم داشتیم آجی. ببین دقیقا عینکش مثل این بود، کفشش این بود، یعنی بهت بگم فرم صورتی این بود. من همیشه اینو میدیدم یاد معلمم میافتم.
حاجی 90% معلم‌ها از این عینکا دارن اگه دقت کرده باشی. چه چیز حق گفتیه. بعد به جز اینم یه کیفی دارن که همشون مثل اون کیف دقیقاً حاجی دارن. میگه شیعه همشون شبیه همن. خیلی عجیبه. تو این نشون میده ما تو ماتریکسیم. دقیقاً نشون میده ما تو ماتریکسیم حاجی. یعنی هر کی میگه ماتریکس نیست ماتریکس توشه. خب اینو الان که میگه در مورد استقلال اینا صحبت میکنه، نه میگه ایران تو ایران میگه اروپا رو 100 هیچ میزنه یا یه چیزی میگه. خب میگه ایران نمیدونم خاورمیانه 3 هیچ میزنه 4 هیچ میزنه. ایران قویه. چی قویه؟ یعنی ایران قویه کشور آسیا رو میزنه. کشور اصلا خاورمیانه نداشت، کشور آسیا رو میزنه. اینم که میگه که آقا گربه رو کردن تو گونی اینم که آسون بود حاجی. بعد اینم من ازش یه دونه ریلز همین چند وقت پیش دیدم، چند روز پیش نه حاجی، اینم اینفلوئنسر شده. این جربه ها رو میگیرن، جربه رو خفه میکنن. ولی حاجی این حقشه واقعا حاجی، لهجه باحالی داره. آره اینم که در مورد پشه است، پشه کشتن اینو که دیگه ندونی حاجی. بعد این یه چیزی هم که از جدیده حاجی، به خاطر اینکه جدید نیست. نه نسبتا به بقیه این جدیدتره دیگه. نه اینا همشون حاجی رنج. البته خب یه سری آره خیلی قدیمی بود ولی اون گونی افکام 5 سال پیش بود حاجی. بابا نکش. بابا اینجا بابا نکش داشت، ما پشه تتو کردیم رو بدن تو میکشی. متزکن یه دونه از این میمه یه میمه دیگه ساختش خیلی قشنگ بود. آره حاجی ویدیو رو دیدم خیلی باحال ساخته بود. آقا این علی اینو ندونی همینجا ویدیو رو تموم میکنم علی. حاجی میدونم. وایسا در مورد دشواری ما دشواری چیه ما دشواری نداریم. که با این دشواری دارید زندگی میکنید. دشواری خیلی هم جای خوبی. الان خوبه اینجا. یکی دشواری نداره اینجا، خیلی هم عالی. ببین دقت کردی این تنها کسیه که از وضعیت ایران راضی بوده. آره کلا دشواری نداریم. حق زده. این رایفی پور رو ببینم میشناسی میماشو. آجی این که میگه بس خدایا بس دیگه خسته شدیم دیگه. علی بد شروع کردی ویدیو رو ولی داری خوب پیش میری یا آجی داره تازه گرم شدی. سخت شو از سخت اومد آسون. خدایا بس دیگه. خسته شدیم دیگه. اینو من نمیدونم، تو میدونی علی؟ حاجی این مصاحبه جدیدشه. قبلیش راجع این بودش که قبلی هم مگه داره این؟ آره یه قبلی داشت خیلی قدیمی، بعد یه این بعد 7-8 سال کامبک خیلی قوی زدش اومد. الان این میمش رو نمیدونم چیه ولی فکر کنم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فکر کنم اینو داره دوباره ریورسش رو داره میره. این الان این چیزی میمی که الان میخواد بگه خب از قصد داره میگه، ولی میما معمولا اتفاق میفته که تو نمیدونی و اون خودتی. آره یه خودتی که خیلی داره سوتی داره میدی. خب این الان عملا داره سعی میکنه که حالت بازیگریش انجام بده. خدا میخواد دوباره یه نمیتونه اونجوری میم اونجوری خیلی خفن از اون در نمیاد. بزن سردار سلیمانی. اینه که با آرزوت رسیدی بالاخره. اگر شما نبودین قدر شما را بالاخره ما میدونم که شما بالاخره ایران و عزیز و به خاطر ایران عزیزمون، به خاطر ناموسمون، به خاطر دینمون رفتن اونجا زنجیر. چرا عصبانی شدی اولش حاجی؟ قطعش کن دیگه، الان میاد ما رو میزنه حاجی. آقا این من میم قبلیش اصلا یادم نیست. اصلا چیزه میم قبلیش 100% دیدی؟ نمیدونم اینو واقعا جدی یادم نمیاد. بزن پلی کن ببینم چیه. خدا بذار من تو لود داره میشه بذار فکر کنم. وای حاجی چرا یادم نمیاد. مشکل داریم ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. حاجی من اینو نمیتونم بگم. این داره از ته دل داره میگه، خب بازی نمیکنه. من الان میخوام بگم بازی میخوام بکنم و اونجوری نمیتونم بگم. ولم کن. اوکیه بابا بچه‌ها در میارم. میم تو یه کاری میکنه از ته دل بشه. بذار بگم مشکل داریم حاجی. نمیبل آقا باید درست بگم. آقا ولم کن. آقا باید اصلا من این آقا مشکل داری ها. آقا ما داریم اینجا زحمت داریم میگی چون نمیدونی چه دن سرویس ما اینجا کشیدیم. آقا رضا پیشرو به زنگ زد جواب نده علی. این حاجی 5 ثانیه دیگه وقت داری. من از صبح نمیزنم.
آقا بگو داداش بگو. باختی. ما رو دور انداز. دیر گفتی علی. ما اینقدر به درد نخور نیستی. علی مجازاتو بیا بالا. اوکی ما رو دیگه دور انداز. آقا من نمیدونم اینا رو اشتباه رفته باشه من ازت میگیرم، درستش ازت میگیرم علی. بچه‌ها مجبورش میکنم استوری کنه تک تکش. هر درست گفتم. ما رو دور انداز. ما اینقدر به درد نخور نیست. نه آجی بهتر از خودش گفتی، اینجوری که صدات میاد. آجی نمیشه، یعنی سخت ترین کاری که آدم میخواد اداشو در بیاره میما هستش. خب جدی اینو دارم بهتون میگم. آقا اینو دیگه باید بدونی. این موقع که کرونا بودش چی بود؟ دقیقاً. ای خدا آجی پیر شده، من نمیدونم این چی میگفت. یادت نمیاد اینو؟ نه اینو دیدم ولی آجی مجازات جدید دیگه آجی باختی. معتادا نمیگیرن. معتادا نمیگیرن. چطوری این یادت نمیومد؟ اوکی معتادا نمیگیرن. آجی یاره کرینج تره ها حرکتی که نکردم تو ویدیو تو انجام دادم خدا. اینو شخصا این حرکت یعنی کرینجه، یعنی بهت دیگه از کرینج هم گذشته این چیزه. مجازات دیگه داداش میخوای چی باشه دیگه؟ آجی نمیدونم، من از این میمه رو نمیدونم. خب دیدم ولی رد شدن، دوستش نداشتم. خیلی میمه چیزه ولی باحال میگه آجی. گیونه است. نه بابا باختی. چرا حالتی گیونه میگفت؟ آره باختم. اون چیه؟ نه نمیدونم. زمت تو شد داناش تعصب تو رو نکشم، تعصب کیو بکشم؟ مشتی تعصب تو رو نکشم، تعصب کیو بکشم آخه؟ تو چشای من نگاه کن، یه دقیقه نگاه کن. چی میبینی؟ تعصب آره تعصبتون. علی اینو باید بری علی خطاب به سابسکرایبراش. ببین اکثر سلاطین تعصبتون رو میکشم، به چشمای من نگاه کنید سلاطین. آره وای آجی من نمیگه. آقا قطع کن بابا بس تموم شد. تموم خدایا شکرت علی. یعنی دلم خنک شد یه دونه مجازات کردی امروز دهنتو سرویس کردم من. یعنی تلافی ببین الان بچهای ویو دارن میگن گریزی تو فقط تکرار کرده اون میمه رو. آجی کرینج اصلا. من آقا اصلا مجازات آسونی نباتی بودم، یه بستنی بودم که الان آب شده عملا. آجی اصلا مجازات آسونی نیست. خودشون یه دور امتحان کنن خودتون بگید جلوی دوربین. خب بگید خیلی کرینجه. خب آقا دمت گرم که اومدی تو ویدیو من تلافیامو کردم. آقا بچه‌ها دمتون گرم تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید چنل رو و نظرتون رو برام بنویسید تو کامنت ها. بچه‌ها سابسکرایب چنل عباسیتون نره. فعلا